اشتباه شماره 49 کتاب عنوانش هست Ignoring when to wrap an error. اه، در واقع اشاره داره به این موضوع که رپ نکردن ارورها در مواردی میتونه اشتباه در نظر گرفته بشه. به دایرکتیو درصد W اشاره میکنه که توی گولنگ 1.13 اضافه شده و با استفاده از اون میتونیم ارور رپینگ رو انجام بدیم. کلا در مورد این صحبت میکنه که ارور رپینگ چی هستش و در چه مواردی باید ازش استفاده بکنیم. کتاب این شکلی شروع میکنه که ما کلا تو دو تا کیس کلی میتونیم ارور رپینگ رو انجام بدیم. زمانی که میخوایم به ارور اصلیمون یه سری دیتا اضافه بکنیم یا یه سری ادیشنال کانتکست میخوایم به ارورمون اضافه بکنیم و زمانی که میخوایم ارورمون رو به عنوان یک ارور تایپ مشخصی تعیینش بکنیم، یعنی مارکش بکنیم به عنوان یه ارور به خصوص. این دوتا کیسی هستش که ما میتونیم از ارور رپینگ استفاده بکنیم. حالا در مورد هر کدوم از اینا توضیح میده و مثال میزنه. مثلا تو کیس اضافه کردن کانتکست اضافه، فرض بگیرید که مثلا یه یوزری میخواد به یه ریسورسی روی دیتابیس دسترسی پیدا بکنه و زمانی که به اون ریسورس میاد دسترسی پیدا بکنه خطای پرمیشن دیناید دریافت میکنه. حالا یا ما میتونیم بیایم همین پرمیشن دیناید رو مستقیما برگردونیم که خیلی دیتای اضافه نمیکنه و به عنوان مثال فرض بگیرید که میخوایم این ارور هم یه جایی لاگ بزنیم. تو لاگمون خواهیم دید که یه سری پرمیشن دیناید دریافت کردیم. کانتکست اضافه تری که میتونیم به این ارور الساق بکنیم که به خوانایی لاگ ما و observability سیستم ما کمک بکنه، اینه که بگیم چه یوزری به چه ریسورسی میخواست دسترسی پیدا بکنه و اون موقع پرمیشن دیناید دریافت کرد. بنابراین تو چنین کیسی بهتره که اون پرمیشن دیناید رو رپ بکنیم داخل یه ارور دیگه و توی اون اروره به یوزرمون و ریسورسی که اون یوزر میخواست بهش دسترسی پیدا بکنه اشاره بکنیم. این از کیس اضافه کردن کانتکست به ارور اصلی. حالت بعدی هم این بودش که گفت میخوایم یه اروری رو مارک بکنیم به عنوان یه ارور تایپ مشخص. به عنوان مثال فرض کنید که ما یه دونه HTTP هندلر پیاده سازی کردیم و میخوایم چک بکنیم که اروری که در سطح هندلر رسیده از نوع فوربیدن هستش یا نه. تو چنین مواردی میتونیم زمانی که مثلا ارور پرمیشن دیناید اتفاق افتاد این پرمیشن دیناید رو رپ بکنیم بذاریم داخل یک ارور تایپ به خصوصی مثلا به عنوان فوربیدن و به این ترتیب اون ارورمون تایپش دقیقا مشخص میشه و میتونیم این تایپ رو کامپیر بکنیم و ببینیم که حالا اون تایپ ارور مورد انتظار ما هست یا نه. حالا در مورد چک کردن تایپ ارور و اینها هم توی این فصل صحبت میشه که همون از گولنگی 1.13 به بعد اضافه شده. حالا حالا که فهمیدیم در واقع اون دو تا کیسی که برای ارور رپینگ داریم مصادیق در واقع ارور رپینگ هستند چیان، بریم سراغ این که حالا یه سری کتاب مثال میاره برامون. فرض بگیرید که ما مثلا یه فانکشن فو داریم که این قراره ارور ریترن بکنه و ما بیایم داخل این فوه فانکشن بار رو صدا میزنیم خروجیشو میذاریم توی ارور و بعد میایم ارور رو چک میکنیم. اگه ارور نیل بود، حالا سوال اینجاست که چطور این ارور رو ریترن بکنیم و حالا اپروچ های مختلفی که میشه برای ریترن کردن این ارور پیش گرفت رو کتاب دونه دونه میاد مطرح میکنه. اولین اپروچ اینه که همون ارور رو صاف خودشو برگردونیم که در واقع ارور رپینگ انجام ندیم. اه، که حالا عملا موضوعی که هست اینه که هیچ دیتایی اضافه نمیکنه به ما. توی بالا دست نمیفهمیم دقیقا اه، توی چه سناریویی این ارور اتفاق افتاده. در مورد همون اکسترا کانتکست صحبت میکنم. و حالا مشکلات دیگه ای که ناشی از رفع نکردن ارور هست. پس حالت اول این بودش که ارور رو مستقیم خودش رو برگردونیم. حالت بعدی واسه یه گولنگ 1.12 به قبل هست، یعنی زمانی که هنوز اون دایرکتیو درصد W معرفی نشده بود. توی
اون ورژن های گولنگ زمانی که ما میخواستیم که یه ارور رو رپ بکنیم، تنها راهمون این بودش که بیایم یه ارور تایپ اختصاصی خودمون رو درست بکنیم. به عنوان مثال اینجا اومده یه دونه استراکت بار ارور درست کرده و اومده فانکشن ارور ریسیور فانکشن ارور رو براش بیاسازی کرده. بنابراین بار ارور میشه یه دونه ارور و کاری که توش کرده اومده این استرینگ بی دات ارور رو چسبونده به بار فیل. این شکلی حالا ما یه دونه بار ارور داریم که تو دلش اون ارور اصلی رو یه جورایی رپش کردیم و این راهیه که توی گولنگ یک 12 به قبل داشتیم که کاملا کار میکنه. اتفاقا خیلی فلکسیبله و میتونیم حالا هر اکسترا کانتکسی هم که میخوایم به این بار ارور اضافه بکنیم. نکته‌ای که داره و کتاب به درستی اشاره میکنه اینه که این خیلی زود میتونه دست و پاگیر بشه. یعنی ما به ازای هر اروری که اتفاق میفته بیایم یه دونه کاستوم ارور درست بکنیم و بخوایم اینا رو دونه دونه هندل بکنیم، کلی از این کدای بویلر پلیت خواهیم نوشت و یه جورایی دست و پاگیر میشه این پروسه. و به خاطر همینه که توی گولنگ 1.13 این دایرکتیو درصد دبلیو معرفی شد که با استفاده از این راحت میتونیم یه ارور رو داخل ارور دیگه رپ بکنیم با استفاده از این FMT ارور F و دایرکتیو درصد دبلیو. الان یه دونه FMT رپ ارور درست میکنیم که داخلش ارور اصلی رو میذاریم. حالا میتونیم توی اینا مثلا دیتا اضافه تر مثلا وارفیل 2 بذاریم. اینم از اپروچی که توی گولنگ 1.13 به بعد داشتیم. اه، و در نهایت هم یه اپروچ نهایی معرفی میکنه. این اپروچ سوم هست، اونم اینه که از دایرکتیو درصد دبلیو هم استفاده نکنیم و بیایم از دایرکتیو درصد وی استفاده کنیم. توی چنین حالتی ارور رپینگ دیگه نخواهیم داشت، بلکه اتفاقی که میفته اینه که ما یه ارور داریم منتها به متن اون اروره میتونیم اطلاعات اضافه تر السا بکنیم. مثلا یه دونه بار فیل داریم که حالا جلوش نوشته مثلا بار ارور، یا مثلا تو اون کیس دیتابیس میتونیم مثلا بنویسیم که چه میدونم یوزر ایکس دسترسی به ریسورس ایگرگ نداره، دو نقطه مثلا ارور فوربیدن یا پرمیشن دیناید دیتابیس. و حالا یه سوال جذاب میپرسه، اونم اینه که با توجه به اینکه توی گولنگ 1.13 و این درصد دبلیو اضافه شده، آیا ما باید از اینجا به بعد همیشه از استفاده از این دایرکتیو وی اجتناب بکنیم و دیگه ازش استفاده نکنیم؟ و ریسپانسش اینه که نه لزوما. پاسخ که به این سوال میده اینه که نه لزوما. چرا؟ چون ما همزمان با اینکه این ارور رپینگ رو ایجاد میکنیم، در صورتی که بالادست بخوایم ارور داخلیه رو تایپ چک بکنیم و چک بکنیم که آیا مثلا از تایپ به خصوصی هست، داریم یه کاپلینگی هم ایجاد میکنیم. یعنی اون بالادسته به نوع ارور که پایین دست برمیگردونه و اون اروری که رپ شده داخل اون ارور بالادستیه کاپل میشه. و این کاپلینگی میدونیم دیگه همیشه دست و پایگیره کلا توی دنیای مهندسی نرم افزار. یعنی ما اگر بخوایم تو بالا دست اون ارور تایپ رو تغییرش بدیم، باید نگران این باشیم که همه اون کسایی که اومدن از این استفاده کردن دچار اختلال میشن و همیشه باید نگران بکورد کامپتیبیلیتی و اینها باشیم. تو چنین مواردی که میخوایم اون کاپلینگ رو ایجاد نکنیم، خیلی راحت میتونیم از این دایرکتیو وی استفاده بکنیم و به این ترتیب دیگه ارور تایپمون رو به بالا دست پروپاگیت نمی کنیم و صرفا یه دونه ارور دیفالت برمیگردیم که حالا تو متنش اومدیم اون دیتا اضافه تر رو گذاشتیم. اینم از اشتباه شماره 49 کتاب. حالا این در نهایتش هم یه جدولی آورده و اینا رو با هم دیگه مقایسه کرده، دیتا اضافه تری نمیگه، فقط همه اون مواردی که راجع بهشون صحبت کردیم و یه جورایی حالا یه سامرایز کرده و تو این جدول آورده. اگر دوست داشتین میتونید اینو پاس کنید و نگاه بکنید.